مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان روز 27 اکتبر سازشنامه بین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت خطای یا چین را تصویب کرد که برای بنیاد پایگاه خطای در ولایت مختار کوهستان بدخشان راه می‌گشاید. در خبر رسمی خدمات مطبوعات مجلس نمایندگان بدون ارائه جزئیات تنها گفته شده است که وکیلان مردمی سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین درباره پیشنهاد کمک به بازگشت مکتوب‌های مبادلوی عاید به رسانیدن کمک‌های به بازگشت در دایره سازشنامه عاید به همکاری بین وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و وزارت امنیت چین از 27 مای سال 2002 را به تصویب رسانید. ولی خبرنگار پارلمانی رادیوی آزادی علیشیر ظریفی خبر داد که سخن درباره بنیاد پایگاه نظامی چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌رود. این لایحه را به وکیلان پارلمان معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالرحمن علمشاهزاده و وکیل پارلمان طالبخان عظیمزاده معرفی کردند. عبدالرحمن علمشاهزاده گفته است پایگاه نو را چین در وادی وخان در حدود ناحیه اشکاشه می‌سازد. طبق سازشنامه رسانیدن کمک به بازگشت برای بنیاد پایگاه دسته زودعمل وزارت کارهای داخلی در دره وخان پیش بینی شده است. نصب تجهیزات مخصوص در نظر است. تاجیکستان عهده‌دار است چین را برای آوردن تجهیزات از پرداخت انداز و گمرک آزاد نماید، گفته است علمشاهزاده. طالبخان عظیمزاده وکیل مجلس نمایندگان گفت پایگاه مخصوص مربوط وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بوده. تمام دستگاه و تجهیزاتی که برای بنیاد پایگاه از چین به تاجیکستان وارد کرده می شود از باج گمرکی آزاد کرده می شود. مبلغ ساختمان 55 میلیون یوان چینی برابر به تقریبا 100 میلیون سومونی پیش بینی شده است. خبر داده است عظیمزاده. قرارداد در مورد تأسیس پایگاه چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان در حال امضا شد که حکومت در افغانستان هم با چین هم با تاجیکستان هم مرز به دست گروه تندرو طالبان گذشت. تاجیکستان رژیم نو طالبان را به طور آشکارا قبول ندارد. پکین هرچند تلاش دارد تا به حاکمان نو افغانستان یگان زبان معامله بیابد، ولی معلوم است که در اصل به قدرت رسیدن یک گروه تندرو اسلامگرا زیاد خوشش نمیآید و نگران است که پیروزی طالبان جدایی طلبان اویغور را در ولایت شینجان در غرب چین رو بلند میکند. طالبخان عظیمزاده در صحبت بدون میکروفون به آزادی گفته است که چین این پایگاه را برای تاجیکستان میسازد و در آنجا عائله‌های افسران تاجیک باید زندگی کنند. یادآور میشویم قبلا نشریه واشنگتن پست خبر داده بود که خطای هنوز سال 2019 در شرق تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان یک پایگاه خرد نظامی ساخته است و نظامی‌های خطایی گاه‌ها از پایگاه برای خرید به بازار ناحیه مرغاب هم می رفتند. بعداً خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال در پی سفرشان به بدخشان خبر دادند که پایگاه در منطقه مرغاب در موضع معروف به کریدور وخان تأسیس داده شده. در آن تعدادی از نظامیان خطای مستقر شدند.